سلام به شما دوستای گل، من مکس سیدم. امیدوارم حال خوب باشه. این بار اومدیم با ویدیو جدید درباره اتچمنت های بخش مولتی پلییر کال آف دیوتی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اون زنگوله هم بزنید. خب اولین گانمون گان MD42 که تعداد تیراش خیلی بالاه و میتونه توی فایت های که شما تکید و اونو چند نفرن بهتون کمک کنه و میبینید که لگدش هم خیلی کمه، داره خودتون میبینید و اصلا میتونم به جرات بگم این گان و گان بعدی اصلا لگد نداره. اگه خواستید ویدیو دیگه هم براتون میسازم. اینم اتچمنتش که گانای SMG هم داخلش باشه. خب گان بعدیمون AK117 که این گان چند سیزنی میشه که روز زمین برداشته شده، خودتون میدونید اگه کالاف باز باشید. و این گان هم لگد نداره، یعنی این گان هم مثل گان قبلی خیلی لگدش کمه. خودتون دارید میبینید دمیجش هم بالا هستش و واقعا میتونه کمکتون کنه داخل بازی و بتل رویال. اینم اتچمنت AK117 مون. خب گان بعدیمون HS هستش که طرفدار زیادی داره. میبینید که این اتچمنت فقط وان شات میکنه، اگر وان شات نکنه با دمیج فوق العاده بالا مثلا 196 و اینا دمیج طرفو دمیج میکنه. میبینید که هد 284 تا، دست ها هم 120 تا 144 تا، پا هم 144 تا. اینم اتچمنت HS. گان بعدیمون HDR هست و اسنایپ. میبینید که فوق العاده قدرتش زیاده. به هد 364 تا، به دست 154 تا و به پا هم 100 تا دمیج میده. به پا هم 100 تا دمیج میده و برای مولتی پلیر هم از این اتچمنت میتونی استفاده کنی که هر جوری باشه وان شات میکنه. اینم اتچمنت HDR. و گان آخرمون هم که DL هستش، DLQ که واقعا گان خوبیه. خودتون دارید میبینید اگه کالا فاز بشید و میدونید خیلی از این گان استفاده میکنن داخل بتل رویال وقتی میخوان اسنایپ کنن. دمیجش هم نسبت به خودش خوب هست و بله، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب بهتون اول ویدیو هم گفتم فراموش نشه. کانال رو دنبال کنید، ویدیو جالب میذاریم تا این ویدیو دیگه. خدا نگهدار.